سلام، عرض ادب، وقت بخیر هموطنان عزیز. اولتر از همه یک جهان سپاس تشکر میکنم از با نهادی که کمک رسانه که از کمک هایشان به مردم افغانستان میرسه و مشکلات اقتصادی و هر مشکلات دیگه که یک هموطن افغانستان می داشته باشد حل میکنن. من خودم هم از جمله اشخاصی هستم که خواهرم دچار مریضی شده که گردهش از فعالیت افتاده. البته دکتر هم جوابش دادن تقریبا 3 سال پیش در افغانستان گفتن باید فقط راه چاره ای که وجود دارد گردهش باید از تبدیل شود، اما متاسفانه که نتونستیم ما، یعنی نظر به اقتصاد مشکلات اقتصادی که داشتیم نتونستیم او را گردهشان پیوند گرده بکنیم برشان. به می دلیل 3 سال گذشت اونا رفتن ایران، رفتن به خاطر تداوی کم کار بکنن، پیسه به دست بیارن. متاسفانه که در 3 سال که اوجه بودن هر بار گردهشان فشارشان در 200-220 بلند میره و همچنان هم در دکترای ایران هم فعلا برشان جواب داده. تقریبا یک ماه شده که جواب دادن و حمل هم دارن، پرگننت هست. در این مدت 6 ماه عمل داره. در این مدت ما هیچ کار کرده نمیتونیم برش، یعنی فقط جزی که پیوند گرده برش بکنیم. خون استفراغ میکند، کم خونم شدم، من میتونم معاینات شما را شما شریک بکنم. یعنی هرات هم جوابشان داد فعلا در افغانستان از بجز هیچ دوایی برش توصیه جز دوای فشار برش توصیه نمیدن. اگر از شما دست شما کار ساخته باشد که با ما همکاری بکنین به خاطر تداوی خواهرم از شما خیلی خوشحال میشیم. یک جان سپاس و تشکر بازم.